در حضرت زیاده بود که گفتن که در روز قیامت از خانواده عمر یک کس خیزانده و پرسیده شود برای سرداری بسنده است. من نمیخواهم که در برابر من خداوند پسر ما باب خیزانه بگه ای عمر همراه فرزندت شما سردار بوده، آیا عدالت کرده یا نکرده؟ حتی حضرت میگه روز خسی را از زمین یک خسی را برداشتن، گفتن ای عمر کاش که مثل این خس بر این می بودی و در دنیا پوسیده و نابود میشیده و در آخرت در نزد خداوند خیزانده و پرسیده نمیشیدی. یعنی که با چنان عدالتشون زیاد بودن. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه این چنین، حضرت یعنی عثمان، حضرت علی، تمام پیشوا، حتی رسول اکرم صلی الله علیه وسلم روز حضرت عمر نزد جناب پیغمبر داخل شدن، میگه حضرت در بالای یک بوریای خواب بودن، بوریا از نی میشوه از خموش که وقت چیزی سخت است. میگه وقتی حضرت عمر داخل شدن بعد از اون حضرت به پهلو غیلیده بودن، میگه خیستن نشستن، حضرت عمر دیدن که کتف مبارک سرخ شده است، همون نقش پای بوریا در کتف مبارک چسبیده. حضرت عمر میگه گریان شدن، دیگه شما خپیده نتونستن، گفتن یا رسول الله فداک ابی و امی، پدر و مادرم فدای شما باد، پادشاه یمن، پادشاه فارس، پادشاه روم، پادشاه طائف، دیگر اونها تخت دارن، جای ملایمی در خواب هستن، شما پادشاه دنیا و آخرت هستید، در بالای یک سختی خواب رفته. جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم چی جواب گفتن؟ ای عمر من در این سختی خواب میروم تا اینکه حالت انسانهای نادار و کمبغل احساس کنم. یعنی که از ترس خدا، از جواب قیامت بودن که امروز سردار هستم، امروز پیغمبر هستم، امروز راهبر و راهنما هستم، در قیامت خداوند من از این زیر دستا میپرسن. وقتی که جای ملایم یعنی در خوبی باشم، کمبودی و خیانت در قوم و ملت نشود. یعنی که یکمین گروهی که در روز قیامت از عذاب الهی خلاص می شود، از جواب الهی خلاص می شود و در سایه عرش جا کرده می شود. برادران عزیز بزرگوار، سردارهای محترم هستند که باید چقدر هوشیار باشند. و دویم گروهی که خداوند در روز قیامت از عذاب خلاص میکنه، در سایه عرش جا میکنه، و شاب نشأ فی عبادت ربی. این جوانهای بزرگوار، این گلهای نوشکفته که امروز در محفل ما هستند و حضور دارند، اینها هستند که پیغمبر بزرگوار گفتند جوانهایی که از جوانی در عبادت بندگی خدا نشأه نما یافتند. یعنی از سین کودکی و خردساری مسجد آمدن، از سین نوجوانیش و راه مسجد عبادت اختیار کردن، در بندگی و عبادت پروردگار لحظه های عمر گذراندن. این جوانهای بزرگ هم خداوند در روز قیامت در سایه رحمتش جا میکرده است. یعنی جوانهای عزیز و محترم، جوانی خیلی نعمتی بزرگ است. نعمت جوانی و چنان نعمتی بزرگی است برادران عزیز که از انسان میروه، هرچند که لحظه هاش گذشتن میگیره، در جسم و وجود و هستی انسان کمبودی و یعنی نارسایی پیدا میشود. کمی سین انسان به سوی 30 و 35 میروه، آیسته آیسته دو سردرد پیدا میشه، پاهاش درد میکنه، جسم و بدنش بی قوت میشود، معده و دردمند میشود. یعنی وقتی که جوانی هرچند که رفتن گرفت، در جسم و بدن انسان عیب کمبودی پیدا شدن میگیره. جوانی خیلی نعمتی بزرگ است. به تعبیر اون شاعر عزیزم، این جوانی چون بهار است، غنیمت دان خزانش در کنار است. جوانی میرود باری دیگر نیست، رسد پیری جوانی را اثر نیست. جوانی خیلی نعمتی بزرگه که شاعر دیگر هم داره که شخصیت یک جوان برآمد که یک پیرمرد سر یک راه نشسته، بعد از آن پرسید گو ای پدر، گفت چی چیز گم کرده ای که در راه نشسته؟ جوان گفت ای پیری دلاگاه، چی گم کردی که بنشستی در این راه؟ جوان پرسید گو ای پیر، ای پدر بزرگوار، چی چیز گم کرده ای در سر راه ایستاده نشسته؟ جوابش گفت پیری خوش تکلم که ایام جوانی کرده انگم. میگه پیر جوابش گفت که روزهای جوانی ما گم کردم و هم خاطر در اینجا نشسته است. یعنی لحظه های جوانی خیلی لحظه های قیمت هم برادران عزیز، بسیار زود و تیز میگذرند. باید که انسان لحظه های جوانیش در عبادت بندگی خدا بگذرانه. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم در یک حدیث مبارک شون گفتن که انا حبیب الله و شاب طیب و حبیب الله. گفتن من دوستی خدا هستم، یک جوان پاکیزه مسجدیا او هم دوستی خدا هست، یک جوان عبادتگر خدا پرست هم دوستی خدا هست.
یعنی ببینید که شما چی درجه و مرتبه بلند داره. اگر در جوانی پاکیزه باشه، عبادتگر باشه، انشاءالله که شما دوستای خدای. روز حضرت عمر رضی الله تعالی عنه میگه یک جوانی را که عادت داشت، اون جوان مثل جوانهای محترم ما برین مسجد جناب پیغمبر میرفته، گرمی های روز که عربستان سعودی 40 گرادوس 50 گرادوس گرم میکنه، حضرت عمر میگه سری راهش گرفت و ای جوان گفت چقدر خطا آزار میتی، چقدر غم میتی خطا، بگذار در این گرمی ها نیا. گفت پیر شای بعد از اون مسجد میای بعد عبادت میکنی. میگه جوان گشت گفت یا امیر المؤمنین و ای پیشوای مسلمان ها گفت کم میوه ای گفت با پختن میرسه. بعضی میوه گفت در حالت گل بودنش از شاخه میافته، بعضی میوه مثل این جوانی که ما امروز جنازش کردیم و بردن حاج داملا در خاک سپاریدن، مثل این جوان برین یعنی نیم پخته میشود در سین 25 30 سالگی. بعضی میوه با پختنی نارسیده یعنی از شاخش میافته. گفتن میگه مثال آوردن یعنی که کم جوانی هست که به پیری میرسه. جوان امید داره، آرزو داره، مردنی نیست، اما اجل و مرگ به اختیار خود و شخصیت است. مبادا که در لحظه های جوانی بسیار باور کنه همین روز من این جنازه خیلی بچنان جگری من سوزان، بچنان من حالت ما در خیلی حالتی غمگینی آورد که وقتی اون جوان دیدم گفتن 4 کودک و یتیم مانده است. کدام دل اینا میسوزن؟ و یتیم های او چی میگن؟ فردا اونها کلان میشوند، اونها آغوش و آرزوی پدر دارند، اونها که داده و آتا و پدر میگن. یعنی خیلی برای انسان این داغی سختی هست. اما ببینه برادر عزیز که مرگ اختیاری نبوده است و انسان باید به جوانیش فریب نخوره. مرگ میآید روز قامت میشکنه، نه دیگه جوانی، نه دارندگی، نه توانایی، یگان از چنگال مرگ انسان خلاص کرده نمیتونه. و این خاطر جناب پیغمبر تا که جوانی که از جوانی راه عبادت و بندگی خدا را اختیار کرد، اونم در روز قیامت در سایه رحمت پروردگار است، از عذاب قیامت نجات است. و دیگر شخصیتی که در روز قیامت خداوند از عذاب خلاص میکرده است، جناب پیغمبر فرمود رجل قلبه معلق فی المساجد، جوان مردی که دلبستگی به مسجد داشته باشه. برادران عزیز بزرگوار، بعد از رمضان راه مسجد فراموش نکنه، بعد از رفتن رمضان مسجد آمدن فراموش نکنه. برادران عزیز حرکت کنه در 5 وقت نماز، حدی اقل 5 وقتی نتونسته هر جمعه حدی اقل بیایه، تا اینکه از گفته خدا و پیغمبر او روح و ایمان خودتون یعنی قوی کنه، اونها را تربیت کنه، اونها را تبابت کنه. هر هفته که صحبت میشه این تبابت قلب است، تبابت روح و ایمان و جسم و بدن است. برادران عزیز حدی اقل هفتهش 1 بار باید که برادرهایی که از بازار بیرون و دور هستید و یعنی مسجد رفت و آمد داشته باشه. ببینید که رسول اکرم گفتن جوانی که دلبستگی به مسجد داشته باشه، شخصیتی که دلبستگی به مسجد داشته باشه، این شخصیت هم خداوند در روز قیامت در سایه عرش جا می‌کرده است. و دیگر شخصیتی که در سایه عرش خداوند جا می‌کرده است، و رجلان تحابا فی الله اجتمعا علیه و تفرقا علیه، 2 دوستی که به خاطر خدا هم دیگر را دوست می‌دارن، به خاطر خدا یک جایگی می‌گردن، دوستی می‌کنن و به خاطر خدا از همدیگر جدا می‌شوند. برادران عزیز به خاطر خدا جدا شدن چی نوعی؟ و ای رفیق دوستی نابابه که فقط را دعوتت میکنه به سوی زنا کردن، به سوی عرق خوردن، به سوی دیسکتیک و بر و به دیگر جاهای گناه، از او در حال خود جدا کو، در حال کنده کو. والله قسم برای تو دوست نیست، او دشمن ترین تو هست، او از همه دشمنی سختری تو هست. وای تو را بر و زنا کردن نه، بلکه وای تو را دلالت داره که بیا جهنم و دوزخ تت ببرم، بیا تو را از رحمت خدا محروم بگردم، بیا تو را خار و بدبختی دنیا و آخرت بگردم. یعنی که دوستی هم به خاطر خدا، 2 دوستی که به خاطر خدا در دنیا دوستی کردن، این دوستا هم خداوند در روز قیامت در سایه رحمتش جا می‌کرده است. و دیگر شخصیتی که خداوند در سایه رحمت جا می‌کرده است، جناب پیغمبر فرمودند که ورجل طلبته امرأة ذات منصب و جمال فقال اینی اخاف الله، یک جوانی که یک زنی دارنده زیبا او را دعوت میکنه به سوی زنا، به سوی فحشا، به سوی بی‌آبروگی و خواری، این جوان میگه که من از خدا میترسم، یعنی از ترس خدا زنا نمیکنه. این جوان هم خداوند در روز قیامت در سایه عرش جا میکنه. یعنی برادران عزیز دعوت زنهای فاحشه چی است؟ وقتی که او خوچه یعنی زیبا میکنه و خوچه جلوه میتیه،
خوش عریان میکنه تا اینکه جوانها مفتونی او شوند، در دام او بافتند، در فریب او بافتند. وقتی همون لحظه دیدی باید به سوی او چشمها را تعالی کرده تماشا نکنی. این جمله دویمه که جناب پیغمبر گفتن اینی اخاف الله، من از خدا میترسم. باید این جمله در حال در فکرت بیای رو تا بگردانی، چون که او زن بی حیا تو را چی دلالت داره، چی دعوت داره؟ میگه بیا من تماشا کن، یعنی زینای چشم کن، با چشم ها زینا کن. وقتی که گپ دادی و گپ زدی میگه زینای زبانی کن یا زینای گوشی کن. اینا همش نوعش حرامه برادران عزیز بزرگوار. و دیگر نوعی که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم گفتن در سایه عرش خدا جا شوند و رجل تصدق بصدقه فاخفاها حتی لا تعلم شماله ما ينفق یمینه. یک شخصیتی که صدقه ناآشکار میکنه، صدقه مخفیانه میکنه، جناب پیغمبر یک مثال زیبایی آوردن. گفتن وقتی که به دستی راستش داد حتی دستی چپش خبردار نمیشود. یعنی که برادران عزیز یک بدبختی در جمعیت ما آمده است که ما اگر یک انسان یاردم کنیم، دستگیرش کنیم، تا مردن منو را منتش میکنیم. در 10 جا و 100 جا میریم و را طعنه میکنیم، منت میکنیم که من فلانی 5000 یاردمش کردم، فلانی 10,000ش دادم، فلان وقت فلان کارش کردم، یعنی که منت میکنیم. این نوعش برادر عزیز ثواب نمیگیره. وقتی منت در هر عملی که ثواب عمل بیکار میکنه. به همین خاطر باید که ما منت کننده نباشیم. شخصیتی که صدقه ناآشکار کرد، این شخصیت هم در روز قیامت در سایه عرش پروردگار است. و آخرین شخصیتی که خداوند در سایه رحمتش جا میکنه، رسول اکرم صلی الله علیه وسلم گفتن که و رجل ذکر الله خالیا ففاضت عیناه. شخصیتی که خدا را یاد میکنه، ذکر یاد خدا را میکنه و از چشمهای و آبهای دیدش روان میشوند. یعنی از ترس خدا یا اینکه از روی محبت و دوستی پروردگار از چشمهای و آبهای دیدش روان میشوند. برادران عزیز، رسول اکرم صلی الله علیه وسلم در یک حدیث گفتن که هر شخصیتی که اگر یک بار از ترس خدا اشک ریزانده باشه، آبی دیده ریزانده باشه، خداوند برای او آتش دوزخ حرام میگرداند. یعنی ما بخیلی نکنیم برادران، برای ریزاندن این قطره اشک بخیلی نداشته باشیم. رب العالمین گفته ای شما 4 قطره را دوست می‌دارم، یک قطره او آب دیده هست، حرکت که از این دیده هات آب دیده بریزان. در شب معراج هم رسول اکرم صلی الله علیه وسلم میگه وقتی خداوند جنت و دوزخ برای من نشان داد، وقتی در دوزخ داخل شده میگه یک آتش خیلی بزرگ، آتش شعله‌ور، آتش سختی بود. میگه جبرائیل پرسیدم گفتم یا جبرئیل این آتش برای کی آماده تیار کرده شده است؟ جبرائیل علیه السلام گفت که آتش برای گناهکارای امتی تو است. میگه همونجا فیغان کردم، گریه کردم که این آتش اینقدر سخت امتای من میسوزه. وقتی گریان شدم گفت جبرائیل علیه السلام یک کاسچه خیلی میده که او در دستش آورد که در تگ او کاسه میگه اندک آب بود، خیلی آبی کم بود. اما میگه در بالای هم آتشی بزرگ پاشید. وقتی شپید میگه آتش همه یک سراسر یک جای خاموشید. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگه گفتم سبحان الله، این چی حکمت بود، این چی آب بود که اینقدر آتش کلان خاموش کرد، این محال است، ناممکن است. جبرائیل علیه السلام گفت که این آب قطره های آب دیده امت های تو بود، قطره های آب دیده امت های تو بود. هر وقتی که از دیده جدا میشد خداوند من امر میکرد که اینها را جمع کن، اینها را جمع کن تا که او آتش که این سوزاندنی میشود او آتش خاموش بگردانه. یعنی که برادران عزیز بزرگوار، هر شخصیتی که در حیاتش آب دیده و اشک ریزانده باشه، ان شاء الله رب العالمین که آتش جهنم و دوزخ او را نمیسوزانه. اکنون برادران عزیز، امشب شب آخر تراویح ما هست، یعنی شب وداع و شب خیر خوش ما هست. الحمدلله که خداوند برای ما توفیق داد که توانستیم دوام 1 ماه و شما صحبت داشتیم. الحمدلله شما هم خیلی بزرگواری کرده که آمده دیجا حضور کرده، جمع آمده و صحبت های ما نالایق گوش کرده. از خداوند امید دارم که در برابر این همه گفته ها و شنیده ها پروردگار برای شما اجر و ثواب زیاد نصیب گردانده باشه و خداوند این گفته های ما را اول سبب اصلاح خود ما و سبب اصلاح جامعه و جمعیت ما گردانده باشه. بعد از آن برادران عزیز،
البته را در دوام صحبت حالتی میشه که گوینده در وجه میدراید دیگه خود را به دست گرفته نمیتونه. بعضی سخنهای یعنی سخت و ناجا هم گفتیم. اگر سخنهای ما سبب آزار و ناراحتی دل کدام شما شده باشه، از همه شما من معذرت میخواهم، عذر میخواهم، بخشش میپرسم که من ببخشه. من مقصدی من فقط یگانه خدمت کردم در جمعیت شما بود. مقصدی من والله قسم من خود من یک مایدتر و کمترک شما میدانستم، من خود من خدمتگار شما میدانستم. انشاءالله این چنین بود که مقصد و نیت من فقط در جمعیت شما خدمتگار. الحمدلله اکثر جامعه یعنی که اظهار مینتدارگی کردن که شما صحبت‌های خوب کرده، یعنی مجلس‌ها و محفل‌های ما خوب گذشتن. از روی مینتدارگی و خرسندی جامعه بود که ما خودمون بسیار این ماه برای من سخت بود برادران از شخصیت‌هایی که در کنار من بودن، اونها می‌دیدن که من هر روز برای نیم ساعت صحبت کردن، برای نیم ساعت گپ زدن، 2 ساعت تا 3 ساعت تا 4 ساعت من کتاب نگاه میکردم. یعنی که موضوع تغییر میکردم تا اینکه با شما هر روز صحبت علاحده، صحبت دیگرگون داشته باشم. الحمدلله که خداوند برای من توفیق داد که توانستم در دوام ماه با شما صحبت کردم. مقصدی من خدمت کردن در جامعه شما بود. بازم میگم که اگر یعنی سخنهای من سبب آزار دل کدام شما شده باشه، بخشش زیاد باز هم بخشش من ببخشه. والله قسم مقصدم خدمت کردن بود. مقصدی من از روی کبر و غرور یا اینکه از روی سرزنش میگم که والله قسم همه شما را من از خودم بالاتر میدانم. همین بود، دیگر مقصد دیگر نداشتم. اکنون برادرای عزیز بعضی شخصیت هایی که در جمعیت ما یعنی خدمت کردن دوام ما، مثل از کیشان قاری میرنبیک و سردارها که حاجی فرهاد و دیگر کلانترهایی که اینجا حضور داشتن، حضرت پیرزاده و قاری رستم دادرمون، دیگر قاری بچه هایی که خدمت داشتن، جمعیت در حقشون دعا کنیم که پروردگار بزرگوار اینها را همه وقت همیشه سربلند سعادتمند نگه بداره. همه خدمت های کردن، پروردگار خدمت هاشون به درگاه بی‌نیاز قبول بگردان. پروردگار این بزرگوارها و کلانزاده ها و کلانترهای ما را از بلاها و آفتها و مصیبتها و مشقتها در حفظ امان نگه بدار. پروردگار در کسب کار حلال اینها برکتها عطا بفرما. مشکلی های دینی و دنیایشون آسان بگردان. پروردگارا بار الها اینها هر امید و آرزو مراد و مقصد داشته باشن به مراد و مقصد برسان و بخت سعادت دنیا و آخرت نصیبشون بگردان. اینجا بعضی از برادرها دعا پرسیدن. برادر عزیزی شب همراهی ما تا سحر ایستادن به خاطر که در حق قبلگاهشون دعا کنیم. امروز روز گذشتن پدرشون بوده. پروردگار این پدر بزرگوار غریق رحمت شایسته جنت بگردان. قبر شفر نور روح ششا جاش جنت بگردان. این برادر عزیز ما که این سال قصد حج دارن، پروردگارا براش حج مبرور مقبول نصیب بگردان. یک برادر عزیز در حق برادرشون طلب فرزند دعا پرسیدن. پروردگارا این برادر عزیز ما را و تمامی بی فرزندان فرزند صالح نصیب بفرما. یک برادر بزرگوار دیگر در حق پدر و مادرشون که اونها حیات هستند و خداوند به سین پیران سالی رسانده است، دعا پرسیدن. پروردگار این پدر و مادر در حفظ امان و نگه بدار. پروردگار از خاری آخر حیات در حفظ امان و نگه بدار و بهترین و درازترین عمر نصیبشون بگردان. برادر عزیز دیگر ایشان یک کلانزاده ایشانزاده مردمی ورزاب هستند که حضرت اینجا هستند. دعا پرسیدن در حق گذشتگیاشون. پروردگاران حضرت ایشان همراهی اهل و بیتش بخت سعادت دنیا و آخرت نصیبشون بگردان و خداوند گذشتگیاشون بزرگوارها را غریق رحمت شایسته جنت بگردان و خداوند قبرهاشون پر نور، روحاشون شاد، جاهاشون جنت بگردان. برادر عزیزی که دوام یک ماه برای شما آب می آورد، امروز یعنی یک سیر برای ما قائل شد که در بین اون آبها آبی زمزم می انداخت است، حتی که برای شما آب دادن. دوام این ماه و این سال قصد حج داشتن که با زیارت خانه خدا برام. پروردگارا همه خدمت‌هاش به درگاه قبول بفرما و پروردگار بزرگوار پدر بزرگوارش بیمار بودن برای شفای عاجل کامل نصیب بفرما. خداوند حج مبرور و مقبول نصیب شو میگردان و فرزنداش خداوند بخت سعادت دنیا و آخرت نصیب بفرما. برادر عزیز ما در حق مادرشون دعا پرسیدن. پروردگار این مادر مرحومه را غریق رحمت شایسته جنت بگردان. قبر شفر نور و ششا جاش جنت بگردان. برادر عزیز می لحظه نزد ما در آمدن گفتن یک دختری همسایه‌مون شاید تگ چیز ساله باشه امروز سفر آخرت کردن، در حقش دعا کنه. پروردگارا این شخصیتی که امروز سفر آخرت کردن و این برادری که ما امروز جنازه‌اش خواندیم،
این دو بزرگوار غریق رحمت شایسته جنت بگردان، سفر آخرتشون به خیر بگردان. پروردگارا زبانشون برای جواب منکر و نکیر گویا بگردان، شب اولشون آسان بگردان. در برابر مصیبت برای اهل بیتش صبر جمیل و ثواب بزرگ نصیب بفرما. پروردگارا بار الله این جمعیت ما را بخت و سعادت دنیا و آخرت نصیب بفرما. پروردگارا مشکل دنیای ما را آسان بگردان، ما را شفای عاجل کامل نصیب بفرما. قرضدارای ما را از حالت قرضداری نجات بده. پروردگارا به فرزندای ما را فرزند صالح